خب جناب استاد، خیلی از بینندگان و فالوورهای عزیز سوال کردن و فکر میکنم برای خیلی ها این سوال مطرح است که سرمایه گذاری بورس از لحاظ شرعی چه حکمی داره؟ توضیحات شما رو در این رابطه میشنم. بله، به نظر بنده هم سوال بسیار سوال به موقع و خوبی هست، خصوصا بعد از اینکه سهام عدالت در بازار بورس قابل تبادل شد و عرضه شد. برای خیلی این سوال به وجود آمده و فکر میکنم که سوال به موقع پرسیده شد. به عنوان مطالب ابتدایی و مقدمه‌ای بر اصل جواب خدمت شما عرض کنم که بینندگان ما متوجه هستند و بسیاری از عزیزان مطلعند که بازار بورس بازاریه که در او اوراق باهادار، اوراق سهام، اوراق مشارکت و در مجموع اوراق باهادار در این بازار مبادله میشه و عرضه میشه. ضمن اینکه این نکته برای ابتدای بحث بسیار اهمیت داره عزیزان ما متوجه باشند. دو محور برای پاسخ به این سوال قابل ملاحظه است. یکی بحث خرید سهام هست و دیگری بحث خرید و فروش یا سرمایه گذاری در بازار بورس است. خب خرید سهام، این نکته را باید توجه داشته باشیم. یک سری شرایط عمومی معامله شرعی داره که اون شرایط در هر معامله صرف نظر از سایر شرایط متعلق به اون معامله قابل ملاحظه هست و باید او در نظر گرفته بشه. حالا ما علیرغم و با احراز سایر شرایط و شرایط عمومی که معمولا معامله داره است، شرایط صحت عقد، شرایط انعقاد عقد، اهلیت طرفین، رضایت اونهاست، صرف نظر از این شرایط و با احراز این شرایط خرید سهام در صورتی که اون شرکت مورد نظری که سهام او خریداری می شود یه شرکتی باشه که فعالیت‌های شرعی داره، یعنی فعالیت و نوع فعالیت اون شرکت غیر شرعی نیست، یعنی کارش تولید شراب یا تولید آلات موسیقی یا بتسازی و از این قبیل فعالیت‌های نامشروع نباشد و یا اینکه فعالیتش اساس فعالیتش بر ربا نباشد. اگر چنین شرکتی هست خب خرید سهامش اشکالی ندارد، با اولین شرط که به هر حال فعالیت شرکت شرعی باشه و دومین شرطی که اینجا وجود داره اینه که اون شرکت وجود خارجی و عینیت داشته باشه، به این معنا که صرفاً یک طرح و صرفاً موجودی و نقدینگی صرف نباشه، یعنی برای اون شرکت ساختار، تأسیسات یا خط تولید به هر حال داشته باشه. خب خرید سهام این اشکالی نداره. اما نکته بعد بحث سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام است. خب یه عزیزی سهام رو خریداری میکنه، تا اینجا هیچ بحثی نیست که سهام رو خریداری کرده با احراز اون دو شرط و سایر شرایط عمومی که معمولا معامله دارد. اما برای فروش این سهام در بازار بورس و برای سرمایه گذاری در سیستم بورس و سازمان بورس اینجا شرایطی هست که باید مد نظر عزیزان ما قرار بگیره. مهمترین و عمده‌ترین شرطی که در این قضیه وجود داره با احراز اون دو شرط قبلی که خدمت شما عرض شد اینه که برگ سهام تحویل گرفته بشه و بعد فروخته بشه. معمولا در بحث فروش سهام ما دو نوع فروش داریم، یک فروش فوری، یک فروش آتیه هست. فروش آتیه به جهت این که یعنی الان من از سیستم بورس یک سهامی رو که در آینده امید این که این سهام برای افزایش داشته باشه، رو به رشد هست، من این سهام رو در آینده خرید میکنم، یعنی در تاریخ لاحق، یک در تاریخ آینده خرید میکنم. خب این نوع خریدهای آتیه سهام از لحاظ شرعی جایز نیست. چرا که شریعت میفرماید بیع که مضاف به سوی مستقبل و آینده باشه جایز نیست. چرا که در اون چند تا مشکل به وجود میاد، چند تا ایراد شرعی وجود میاد. یکی تعجیل بدلینه، یه اصطلاحی به نام تعجیل بدلینه، یعنی هر دو طرف قضیه نسیه است. چطور نسیه؟ یعنی نه پولی اینجا رد و بدل میشه، خب سهام هم قرار در آینده خرید بشه، لذا اینجا هیچی تبادل نشد بین طرفین، یا به عبارت این بیع الکالی بالکالی است، بیع نسیه به نسیه، یعنی هیچی اینجا این وسط دست به دست نشده، هیچی اینجا رد و بدل نشده، نه پولی پرداخت میشه و نه به هر حال سهام خریداری شد.
اما مسئله روی خرید سهام به صورت خرید فوری است. در خرید فوری سهام که معمولا و عموما در بازار و سیستم بورس این نوع سهام فروخته میشه. خب اینجا مسئله‌ای که باید توجه بشه اینه که اساساً سهامی فروخته بشه که در ملکیت فروشنده است. خیلی وقتا این سهام در ملکیت فروشنده نیست، یه اوراق سهام به دستش رسید. نه، در ملکیتش باشه. این که به دستش برسه این میشه تحویل سهام. در ملکیتش باشه یعنی اساساً بر اساس اون قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که سازمان بورس داره مالک این سهام بنده باشه که الان دارم میفروشم. گاهی وقتا من مالک سهام نیستم، صرفا یه معامله انجام میدم، یعنی یک سهامی رو میفروشم که در ملکیت من نیست و سیستم بورس هم مالک این سهام رو من رو نمیفهم. خب این از لحاظ شرعی جایز نیست. فروش این گونه سهامی که من مالکش نیستم جایز نیست. در سیستم بورس هم این نوع معامله معروفه و اصطلاحی داره به نام شورت سال، یعنی معامله‌ای که از طریق شورت سال انجام میشه. این معامله جایز نیست، چرا که بی قبل از تملیکه، قبل از مالکیته. اما اگر خب سهام در ملکیت بنده هست، یعنی من سهام رو با احراز سایر شرایطی که عرض کردم من سهام رو خریدم، اینجا قبل از این که من این سهام رو تحویل بگیرم طبق قانونی که بازار بورس داره و در بازار بورس و طبق آیین‌نامه‌هایی که بورس داره اصطلاحی هست به نام، این اصطلاح به این معناست که یک تاریخی بعد از اینکه شما سهام رو خریدید تاریخی مشخصه که شما میتونید این برگ سهامی رو که خریداری کردید و در دفتر کار شما و در میز کار شما در سیستم بورس ثبت شده، شما میتونید این سهام رو تحویل بگیرید، یعنی این برگ سهام به شما تحویل داده بشه که حالا گاهی وقتا بعد از 2 ساعت یا 3 ساعت از انجام معامله، انعقاد معامله به شما تحویل میشه، گاهی وقتا 2 روز تا 3 روز کم و بیش این زمان میبره تا این برگه سهام به شما تحویل بشه. لذا قبل از اینکه شما این برگه سهام رو تحویل بگیرید فروش این برگه سهام به غیر جایز نیست، چرا که در شریعت این قانون وجود داره. حضرت فرمودن که و نه فرمودن از بیع کالا قبل از اینکه تحویل گرفته بشه، یعنی قبل از اینکه برگ سهام به من برسه اگر من این سهام رو به غیر بفروشم این بیع قبل از تحویل و این معامله جایز نیست. لزوما من باید این سهام رو تحویل بگیرم و بعد میتونم به غیر بفروشم و منتقل کنم. و چون این قانون در خود بازار بورس و سازمان بورس هست که من میتونم اینو تحویل بگیرم، لذا این گفته بسیاری از کارگزاران و بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس میفرمایند، بعضیا میگن که آقا جان صرف این که این سهام آمده تو دفتر من ثبت شده و تو میز کار من ثبت شده و هر گونه ضرری یا فایده‌ای متوجه من هست، لذا همین کافیه، در حالی که از لحاظ شرعی این کافی نیست. درسته مالکیت به من منتقل شده اما من هنوز تحویل نگرفتم. یک مثال ساده خدمت عزیزان عرض کنم. نکنید مثال سادهش اینه، یه ماشین من از شما خریداری کردم اما ماشین رو هنوز از شما تحویل نگرفتم، ولی به نام من ثبت شده، سند به نام من منتقل شده و در این حالی که این کارا شده مالک این ماشین منم، اما ماشین رو هنوز من از شما تحویل نگرفتم. دقیقاً در بحث سهام همین مسئله مورد توجه هست که من سهام رو خریدم، مالک بنده هستم و به جهت مالکیتی که دارم هر گونه ضرر و فایده‌ای متوجه من میشه، اما من سهام رو تحویل نگرفتم و شرط فروشش به غیر اینه که من باید سهام رو تحویل بگیرم. این که من مالکم سوای این هست که من قابضم، یعنی تحویل گیرم. قبض شرعی اتفاق نیفتاده. لذا اگر به هر حال قبض و تحویل صورت بگیره فروشش به غیر بلا مانع هست و هر گونه فایده‌ای و به هر حال ضرری که اینجا متوجه بشه این مسئله شرعی هست و هیچ گونه اشکالی نداره. بنابراین به طور خلاصه و جمع‌بندی این مطلب خدمت عزیزان و شما سرور عزیز اینه که این 3 شرط باید رعایت بشه. یک، خلاصه بحثی که سهامی که خریداری میشه از شرکت، اون شرکت فعالیت‌های شرعی باشه، ربوی نباشه، تولید شراب یا تولیدات غیر شرعی نداشته باشه. 2، اون شرکت وجود خارجی داشته باشه و عینیت داشته باشه، ساختار تأسیسات تولید داشته باشه. و 3 این که اون برگ سهام تحویل گرفته بشه و در صورت سرمایه‌گذاری یا فروش به غیر تحویل بشه و بعد تشکر می‌کنم از استاد محترم جناب مفتی عبدالحمید عرب که توضیحات لازم را در رابطه با معامله بورس
داره.